الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، اینها فایده ها و خلاصه های جمع آورده شده درباره 10 روز آخر ماه رمضان و بیان شب قدر و از الله سبحانه و تعالی می‌خواهیم که آن را سودمند بگرداند و بر کسی که در آماده کردن و نشر آن سهم می‌گذارد نیکی مکافات بدهد. اولا برتری دادن الله سبحانه و تعالی بعض چیزها را بر بعض دیگر. الله سبحانه و تعالی در میان مخلوقات خود بعضی را بر بعضی از دیگر درجات‌ها برتری داده است و همچنین بعضی از روزها و ماه‌ها را بر دیگر روزها و ماه‌ها افضلیت قرار داده است. 10 روز اول ذوالحجه بهترین روزهای دنیا است و بهترین روز هفته روز جمعه است. ماه رمضان از دیگر ماه‌ها افضلیت هم دارد و بهترین شب‌ها این شب‌های 10 آخر رمضان و بهترین آنها این شب قدر است که از 1000 ماه دیده بهتر و نیکوتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار کوشش می‌کردند، کوشش بیشتر در 10 روز آخر رمضان، در 10 روز آخر با تلاش بسیار عبادت میکردند تا شب قدر را جستجو نمایند و از فضیلتش بهره بگیرند. چنانکه از عایشه رضی الله عنها روایت است می‌فرماید که کان رسول صلی الله علیه و سلم، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم یجتهد فی العشر الاواخر، چنان تلاش میکرد در این 10 آخر ما لا یجتهد فی غیره، اینکه در غیر از این 10 تلاش نمیکرد. در 10 روز آخر چنان کوشش میکردند که در غیر آن این کوشش را نمیکردند و همچنین فرمودند که کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا دخل 10، اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که 10 داخل میشد شد ازارش رو محکم میبست و احیا لیله، و شب زنده داری میکرد، بیدار خوابی میکرد و ایقظ اهله و اهل اولیه‌اش را نیز بیدار میکرد. در روایت مسلم و جد و شد میزاره، تلاش میکرد، کوشش میکرد، میانش رو میبست محکم، یعنی در عبادت بیشتر جد و جهد میکرد. اینچنین گفته شده است که کنایه از دوری جستن از زنان برای مشغول شدن بر عبادت الله سبحانه و تعالی. 10 روز آخر رمضان میدان رقابت بزرگ است. این 10 روز آخر 10 روز بزرگ از روزهای رمضان است. صالحان در آن سبقت میکردند بر عبادتشان به نزدیکی به الله سبحانه و تعالی با نوعهای گوناگون طاعت و عبادت و قرباتها و شخص مسلمان میکوشد که این رمضان را با بهترین عملها انجام بدهد، زیرا اهمیت عملها و انجام دهنده خاتمه اش برای انسان نیکو است. و پس وقتی که اسبی دونده چوانداز وقتی بر پایان مسابقه نزدیک می شود، بهترین چیزی را که دارد بیرون می آورد. پس مسلمان در این روزها و شبهای بزرگ نمازهای نافله را بیشتر انجام بدهد، قرآن بخواند، ذکر الله کند، پروردگارش را دعا کند و نیاز و خاکساری را بر او سبحانه و تعالی نشان بدهد. از عثمان النهدی رحمه الله روایت است گفته است که آنها یک سلف 10 روزه را بزرگ میشمردند و 10 روز آخر رمضان را و 10 روز اول ذوالحجه و 10 روز اول محرم را. در 10 روز آخر رمضان این میدان رقابت بزرگ است. از فضیلت 10 روز آخر هم روز را در بر میگیرد و هم شب را نیز در بر میگیرد، ولی شبهایش افضل ترند برای آنکه شب قدر را فراهم بگیرد. اعتکاف در 10 روز آخر رمضان سنت است، عملی قربت نیکویی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام و بزرگان دین این عمل را پذیرفته و عمل میکردند و مسلمان در یکی از مساجدی که در آن نماز جمعه خوانده می شود اعتکاف می نشیند با نیت ماندن در آنجا، مقصد نزدیک شدن با الله سبحانه و تعالی با عبادت، از کارهای دنیا کناره‌گیری شدن، مشغولیت‌های زندگی را، دلبستگی‌های دنیایی را دور کردن و خود را تنها به الله پیوند کردن، با نماز، با قرائت قرآن، با ذکر الله، از حرام دور بودن، با حلال ها نزدیک بودن با الله و دوری از هر چیزی که بر ایمان انسان ضرر میرساند، ضرر آور است. پس این اعتکاف یک خلوت تربیوی است، اصلاح دل است، مطیع نمودن نفس است، یک محاسبه نفس خود است، حفظ وقت است، قوی کردن رابطه با پروردگارش، نگاهداری، روزه، تربیه با اخلاص و کم کردن چیزهای مباح، جایز و زهد و پرهیزگاری از دنیا میگردد. پس قرآن کلام الله است، قرآن کلام الله است. وحی و رسالت
از جانب الله به سوی پیامبرش، به سوی رهنمود به سوی خلقش. با واسطه این کلام الله درجه ها بالا میگردد، حسنات زیاده میگردد. پس در این 10 روز مبارک برای مسلمان ممکن است چند ختم رو پیش بگیرد. بعضی از سلف رمضان را هر 3 روز ختم میکردند. وقتی 10 روز آخر میرسید بعضیشان هر شب ختم میکردند. و سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم که هر کس که قرآن را در کمتر از 3 روز بخواند فهم درست نمیکند گفته ذکر نموده. اما وقتای ماه رمضان، این ماه مبارک، به خصوص 10 روز آخر یا مقام های فضیلت آن مثل مکه و غیر ساکنانش، پس در آنها زیاده قرائت قرآن مستحب است و این سخن امام احمد است. پس دعا خود عبادت است، یک سلاح مؤمن است. به هر چیز به نزد الله سبحانه و تعالی، از هر چیز به نزد الله سبحانه و تعالی گرامی‌تر است با اجرای فرمان الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید و قال ربکم ادعونی استجب لكم. پروردگارتان گفت مرا دعا کنید تا دعایتان را قبول کنم. شخص روزدار در این 10 روزه پروردگارش دعا میکند، با زاری، با خاکساری، با فروتنی، با دل شکستگی با نزد الله سبحانه و تعالی دست برداشته، رو به قبله، پاکیزه، با ظاهر باطن، با دل خالی از شرک و کفر و بدعت و ضلالت، خالی از چیزهای گناهان خرد و بزرگ، صادقانه وقتهای فضیلت رو میجوید. دعاهای جامع فراگیری که اصلا از آن دعاها استفاده میبرد و دعا میکند، اصرار میورزد با ترس امیدواری. چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، و آنانی که آنچه را بر آنها میدهند در حالی که دلهایشان ترسان است. یعنی آنها روزه میگیرند، نماز میخوانند، صدقه میدهند، ولی میترسند که از آنها قبول نشود. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی میفرماید که اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. آنها در کارهای نیک شتاب میکنند و در آن پیش صف و پیش دستی میکنند. برای مسلمان مستحب است که در روزها و شبهای این ماه طاعتها و قربتها را بسیار انجام بدهد و با واسطه این بر سوی مغفرت الله سبحانه و تعالی و راههای آن و دوری از آتش تلاش نماید. از جمله ذکر تحلیل لا اله الا الله، کلمه توحید، زیرا این کلمه شهادت گناهان را می‌آمرزد، گناهان را فرو می‌ریزد و پورا هم محو می‌کند. همچنین این کلمه شهادت، کلمه لا اله الا الله برابر ثواب آزاد کردن برده غلام و رهایی از آتش می‌گردد. هر کس این کلمه را با صدق و اخلاص، با محبت بگوید، آتش جهنم برای او حرام می‌گردد. پس پاداش این یکی از نوع عمل است و هر کس که اگر که زبانش را با این کلمه عادت بکند پاداش وی جنت است. چون یک در حدیث آمده است که هر کس که این کلمه را لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر رو بگوید، در یک روز 100 بار این را تکرار نماید، بگوید، برای او برابر آزاد کردن 10 غلام ثواب کتابت می‌شود و برای او 100 حسنه نوشته می‌شود. از او 100 خطاگی‌ها، گناهان محو نابود می‌گردد و برای او پناه از بسوی الله از شیطان می شود از صبح تا شام، از وقتی که میگوید. و هر کی اگر این عمل بیشتر انجام بدهد وای هم پاداشش بیشتر است. و هر کی اگر در حرم بیشتر باشد طواف بیشتر رو انجام بدهد، طواف زیاد کند، زیرا این بر آزاد کردن غلام برابر است. چون اینه که گفتن که هر کسی که 7 بار این خانه را طواف کند و آن را با تمام شرط و آدابها درست انجام بدهد، مانند آن کسی که غلامی آزاد کرده است. 7 بار، 7 دور آن را کامل کند، شرط های آدابش را رعایت کند. بر مسلمان لازم است، مستحب است که دعای رهایی از آتش را بسیار کند. شاید او را الله سبحانه و تعالی از آتش جهنم رها کند، زیرا در حدیث آمده است، در این مورد ذکر شده است، ان لله اتقاء فی کل یوم و لیله. هر روز و هر شب، یعنی در رمضان، الله بندگان را از آتش آزاد میکند. لکل عبد منهم دعوة مستجابه. و برای هر بنده از آنها دعایی هست که قبول کرده می شود. مستحب است که مسلمان رمضان را با زیاد کردن استغفار، خاصتا در این 10 روز عظیم، زیاده نماید و دعای افطار کردن را نیز از خاطر نبراید و بعد افطار را نیز. پس استغفار یکی از نیکوترین انجامهای کارهای نیک است. با آن نماز، حج، قیام شب انجام داده می شود. پس از آن گفته می شود در مجلس ها، در خاتمه درس ها. و همچنین برای مسلمان مستحب است که تمام روزه رمضان را با استغفار بررسی کند، به اتمام برساند. از همین سبب که عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی به شهر ناحیه ها نامه نوشته، بر آنها امر میکرد که رمضان را با استغفار و صدقه دادن، صدقه فطر انجام دهید، زیرا صدقه فطر پاک کننده برای روزدار از سخنان بیهوده و حرفهای زشت
قرار میگیرد. زخم و کمبودی ها را جبران میکند. استغفار فایده بخشترین عمل است. هرگاه آن را اگر با توبه انجام بدهی، با ترک گناهان، پشیمان شدن از آنها، عزم قوی و پای بستن بر آن، این انسان را قدرش و منزلتش را بیشتر میگاند. اصلاح ظاهر و باطن. در این روزها باید تلاش نماییم چگونه که ظاهری خود را زیبا نگاه می‌داریم، باطن خود را هم اهمیت بدهیم، زیرا عملهای دل است اساسی هر خیر نیکویی. برای همین روی به سوی الله سبحانه و تعالی تافتن، اخلاص را از برای او قرار دادن، به سوی او بازگردیدن، در نزد او خاکسار و فروتن بودن، با کمال محبت و تسلیم شدن، حمد و سپاس و ستایش الله را گفتن و شکر و سپاس او را به جا آوردن. اگر عملش را کم بیند استغفار نماید، از او یاری بخواد، بر او توکل کند، به سوی او پناه ببرد، از پروردگارش بترسد، به رحمت او امیدوار باشد. ترس و امید مثل دو بال پرنده است، یکی دیگری را به راستی قوی میکند و هنگام نزدیکی به مرگ امید غالب می شود. همین گونه است که الله سبحانه و تعالی میفرماید انا انزلناه فی لیلة القدر. همین است که الله میفرماید یحذر الاخرة و یرجو رحمت ربه. از عاقبت امر از آخرت میترسند و به رحمت پروردگار امید داشته باشند. پس رحمت او، بخشش او را امید ببندند و عمل صالح را در برابر این انجام بدهند، چون امید بستن بدون عمل فایده ندارد تا پروردگار از آن بنده راضی شود. پس شب قدر شب مبارک است. بهترین سالها، بهترین ماهها و بهترین روزها و وقتهای سال است که از 1000 ماه در بهتر است، که در این شب قدر الله قرآن را یک باره جملتاً به لوح المحفوظ به بیت العزه در آسمان دنیا فرود آورد و هر کس به فضیلت آن بدرسد تمام خیر را به دست آورده است. و هر کس این شب را با ایمان و طلب ثواب و اخلاص خالصانه نماز و عبادت بگذراند، گناهان گذشته‌اش بخشیده می شود. و هر کسی که از اون محروم گشته است، به درستی که از هر چیز محروم گشته است. الله می‌فرماید که انا انزلناه فی لیلة القدر. به درستی که ما این قرآن در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلة القدر. پس تو چی دونی که لیلة القدر چیست؟ تو چی دونی که شب قدر چی شب است؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. این شب قدر از 1000 ماه بهتر است. تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من كل امر. فرشتگان و روح جبرائیل در آن با اجازه پروردگارشان برای هر امر فرود میآیند. سلام هی حتی مطلع الفجر. آن شب سلامتی است تا دمیدن صبح. سوره قدر. و نیز در حدیث می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البته هر کس که شب قدر با ایمان و با امید ثواب و عبادت قیام گذراند، گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود. با ایمان باور داشته باشد که قیامش حق است و اطاعت از پروردگار، امیدش به او بستن است. امید ثواب را از الله سبحانه و تعالی طلب نماید. با عزم و اراده، با شوق و محبت و رغبت و ثوابش، با نفس پاکیزه، بدون سنگین شمردن، با اخلاص تنها الله را عبادت کردن. چون رسول الله در حدیث فرمود که قد جاءکم رمضان شهر مبارک. ماه رمضان، ماه مبارک بر شما آمد. فیه لیلة خیر من 1000 شهر. که در این ماه مبارک شب است که از 1000 ماه بهتر است. من حرم خیرها فقد حرمه. و هر کس از خیر آن محروم گردد پس محروم شده است. شیخ الاسلام رحمت الله علیه از او پرسیده شد که شب قدر و شب اسراء پیامبر کدامش بهتر است؟ گفتند شب اسراء در حق خود پیامبر بهتر است، ولی شب قدر برای امت بهتر است. نصیب امت از شب قدر کاملتر است از نصیبشان در شب معراج، هرچند که در آن شب در شب معراج برای آنها نصیب بزرگی هم بود، اما فضیلت، شرف و مرتبه عالی تنها برای آن کسی است که اسراء بر او صورت گرفته است، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس شب قدر با این نام نامیده شده است برای بزرگی و قدر و شرفش نزد الله. آن شب قدردار است، یا برای آنکه الله قرآن در آن شب نازل کرد، یا برای آنکه فرشتگان در این شب فرود می آیند، یا برای آنکه در آن برکت و خیر و رحمت است و مغفرت گناهان، یا برای آنکه هر کسی آن را زنده دارد صاحب قدر است. و گفته شده است که برای آنکه الله در آن شب آنچه را می‌خواهد از امر سال آینده تقدیر نماید و غیر از این هم گفته شده است. پس ثواب بزرگ این عبادت در این شب قدر، نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی با عبادت، با طاعت، شب قدر ثواب بسیار بزرگ دارد. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید لیلة القدر خیر من 1000 شهر. این شب قدر از 1000 ماه دیده بهتر است. معنیش عمل صالح در شب قدر از اعمال 1000 ماه
ماه بهتر است. پس عبادت در آن شب از هر شب دیگر در افضلتر و نیکوتر است. پس شب قدر در 10 روز آخر رمضان و بین آنها قرار میگیرد. هر سال تا قیامت همین گونه میماند. پس بر مسلمان لازم است که برای یافتن آن 10 روز آخر این شب‌های نیکو کوشش کند. برای دریافت موز ثواب بزرگ غنیمت شمارد. فضیلت آن را دریافت کند. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اینی رأیت لیلة القدر، من شب قدر را دیدم و اینی نسیتها و بر من فراموش کرده شد. من شب قدر را بر شما نشان دادم میخواستم پس فراموشم شد. پس آن را در 10 روز آخر از شب‌های طاق آن گفتند جستجو نمایید. پس شب قدر در 10 روز آخر رمضان در شب‌های طاق است، بین آنها قرار میگیرد. بنابراین آن به یک شب معین در همه سالها که مخصوص نیست. ممکن است که یک سال شب 27م، سال دیگر شب 21م، سال دیگر شب 23م یا غیره. چون رسول گفتند در شب‌های طاق آن را جستجو نمایید و مستحب است که این شب قدر را در 7 روز آخر بیشتر جستجو نمایید، زیرا احتمالش از دیگر شب‌ها زیادتر است. چون یک در حدیث اومده است که گفتند که صلوات می‌بینم که رؤیاهای شما، فکرهای شما در 7 روز آخر موافق می آمده است. پس هر کس جوینده آن است بگذار آن را در 7 روز آخر جوید. و در روایت مسلم گفتند که آن را در 10 روز آخر جوید. پس هر کسی از شما ناتوان شود یا سستی کند بگذار از 7 روز باقی مانده آن بهره بگیرد. پس 23م، 25م، 27م، 29م. پس از همین احتمال است که بعضی از علما گفتند شب قدر شب 27م شاید باشد. مثلا بسیاری از صحابه و علما از اونجا ابن عباس رضی الله عنه و ابی ابن کعب رضی الله عنه در این نظر بودند. ابی ابن کعب قسم خوردند، گفتند قسم به الله که جز او معبود بر حق نیست، آن شب قدر در رمضان است. گفتم من استثنا میکنم و با الله قسم که من میدونم کدام شب است. آن همان شب است که رسول الله صلی الله علیه و ما را امر کرد که آن را با عبادت زنده داریم و آن شب 27 است. گفتم از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نیز ثابت شده است که مرد نظر پیامبر الله آمد و گفت ای پیامبر الله، من پیرمرد بیمارم، برایم قیام شب دشوار است، پس مرا با شب امر کن، شاید الله مرا در آن شب قدر موافق گرداند. فرمود بر تو باد شب 7، یعنی از شب‌های 7 ماه آخر. و در دیگر حدیث هم آمدگی است که هر کس جوینده آن باشد پس آن را در شب 27 بجوید. حدیث زیاد در این مورد ذکر شده هستند که در سند آنها مقال است، بعضی آنها حسن، بعضی آنها ضعیف و غیر گوناگون ذکر شده است. صحیح هم هست، اما بیان بیشتر بودن احتمال شب 27 این غالبیت است، چون اقوال علما در این مورد ذکر زیاد است. پس درستش اما آن است که شب‌های ماه قدر را در این دهه آخر در شب‌های طاقش باید ما جستجو نماییم. اما جایز و روا نیست که شب 27 این روز رو باور به آن داشته باشی که حتما شب قدر است و جشن گیرن، یا که شب رو با عمره یا که چیزهای مخصوص جدا کنن، یا که فضیلت مخصوص بر آن قائم بگردونن. چون شب قدر به طور قطعی محض 27 ثابت نیست. اگر حتمی هم قطعی بود باز هم جشن گرفتن آن با عمره یا که دیگر کارهایی که انجام می‌یابد جایز و روا نمی‌گردد. پس شب قدر اگر چه فضیلت مخصوص دارد با انجام دادن عمره تلقی نمی‌شود، بلکه با قیام شب و ذکر دعا و التجا. چون رسول الله گفت که هر کس که شب قدر با ایمان و برای طلب ثواب و قیام عبادت بگذراند گناهان گذشته‌اش آمرزیده می شود. و در بعضی از حدیث ها در جستجوی شب قدر در باقی مانده ماه ترغیب شده است، مثل حدیث ابن عباس و سند مرفوع که گفتند که آنها در 10 روز آخر رمضان آن شب را جستجو نمایید، آن را در 10 روز آخر رمضان شب قدر را جستجو نمایید، در 9 شب باقی مانده و 7 شب باقی مانده و 5 شب باقی مانده و 3 شب باقی مانده گفتند. و حدیث ابو سعید است مرفوع است، گفتند آن را در 9م، 7م و 5م جستجو نمایید. و ابو سعید این را شرح دادند و گفتند که وقتی 21 شب 21م شد، 22م و 23م شد، 25م شد، 27م شد، گفته ذکر کرده هستند. و این مورد شب‌های قدر را نیز شیخ الاسلام ذکر دوباره کردند که شب‌های طاق را گاه با حساب کردن گذشته میگیرند، یعنی شب‌های 21، 23، 25، 27 را طلب نمایند. پس اگر همین گونه باشد باید مؤمن تلاش نماید که این شب‌ها را جستجو نماید و با آن مراد مقصدی که دارد به آن برسد. الله سبحانه و تعالی شب قدر برای همه ما و شما قدر بگرداند. مستحب در این شب قدر دعای مشهوری را که از عایشه رضی الله عنها روایت است، پیامبر بر او تعلیم داد: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. گفته این رو بر کثرت بنمایید. چون رسول الله بر عایشه این رو تعلیم داد و گفت که ای رسول الله، عایشه گفتند اگر دانم که کدام شب قدر است در آن چی بگویم؟ فرمودند که همین دعا را بگوید: اللهم انك عفو تحب
العفو فاعف عنی. و از الله عفو خواستن، کوشش تلاش عبادت رو نزدیکی با او کردن، چگونه که یحیی ابن معاذ رحمه الله گفته است کسی که امیدش به عفو الله نهایت نباشد عارف نیست. و گفته می شود که در دعایش ای الله از ما راضی شو، اگر راضی نشوی پس ما رو عفو کن تا از جمله بندگان عفو کنندگان قرار بگیریم. پس لازم است که در این شب‌ها بسیار تلاش نماییم با قرآن، تلاوت، ذکر، نماز، روزه، استغفار، دعا، زاری، بیچاره حالی، توسل به الله سبحانه و تعالی و این کلمات رو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی رو بیشتر نماییم. و از علامات شب قدر این است که صبح آن سفید می شود. شعاع نور آفتاب، نورهای تیز از ابی ابن کعب نقل شده است که آنها با این علامت میشناختند یا با آیت نشانه میفهمیدند. و پیامبر صلی الله علیه و آله به ما خبر داده است که گفت که در آن روز آفتاب صبح آن روز بدون شعاع طلوع میکند. و از علامات دیگر شب قدر آن است که آن شب معتدل است، نه خیلی گرم است نه خیلی سرد است، روشن و فروغان است. پیامبر صلی الله علیه و آله در باره آن فرمودند که شب آرام ملایم است، نه گرم نه سرد است، آفتابش صبح آن سرخطاب ضعیف می باشد. در حدیث دیگر گفتند آن شب آرام است. آرام یعنی ملایم، یعنی شب خوشایند، نه گرمی آزار دهنده نه سردی خنک کننده، نورانی است، روشن یعنی نورانی. و از دیگر علامتایی که ثابت نیست اصلا این گپای مردمی هستند، میگه که عکاس زدن سگ‌ها، فرار دادن سگ‌ها و همه خیلی گپ‌ها است که اینا یگام اساس ندارند. در این مورد مسلمان عاقل همین 10 روز آخر رو پیگیری می‌نماید و از این 10 روز آخر استفاده و لذت می‌برد. و معیار برای به دست آوردن مزد ثواب عظیمی که است که زیاده از ماه‌های زیادی را در نام اعمال انسان کتابت می‌گردد از ثواب و ثمره 83 سال 1000 ماه این رو به دست بیاورد. پس هر کی قیام شب رو با ایمان و امید ثواب انجام بدهد ان شاء الله که از ثواب آن نامحروم نمی‌شود. و کسی که شب قدر رو موافق گردد باید در شب‌های باقی مانده هم شکر نعمت الهی رو به جا بیارد و سستی را به خود روا نبیند. و برای زنی که در حالت حیض قرار دارد، زن نفاسدار همچنین مشروع است که شب‌های 10 روز را با دعا، با ذکر، با یاد الله سپری نمایند، با تلاوت قرآن و غیر از اعمال صالحی که برایشان روا است انجام دادن آنها، و جز نماز و جز روزه. اگر این عذرهای شرعی آن را از این قیام اینجا بازدارد، دیگر اعمالهای صالحی گفتم آنها را انجام می‌دهد. و چون که در حدیث آمده است که هرگاه اگر انسان بیمار شود یا سفر کند، مانند آن سلامتیش که در سفر نمودنش اجر و پاداش میگیرد. و همچنین مسلمان تلاش نمایند که پیش از وقت ادای نماز زکات فطر را پرداخت نمایند. مرد از اهل خانواده خود پرداخت نماید آن غذای طعامی که از برای مسکین‌ها و بیچارگان برآورده شود، چون رسول الله زکات فطر را فرض قرار گردانید که پاک‌کننده برای روزدار است، از بیهودگویی، از سخن زشت، از دیگر چیزها برای طعام برای مسکین‌ها. پس این ماه رمضان به پایان رسیدن نزدیک شد، وقتی رفتنش هم فرا رسیده است. یا این ماه به نفع ما بود یا به ضرر ما بود از روی آنچه که از عملها ما انجام دادیم. پس هر که این ماه را با عمل صالح انجام داد خوش به حالش، الله را برای او حمد و سپاس ستایش میگوییم توفیق داد. و هر که اگر این اعمال را این روزها را اگر خوب سپری نکرد، نیکو سپری نکرد، پس به سوی الله سبحانه و تعالی توبه کننده هستیم و از او آمرزش میطلبیم و پروردگار غفور و رحیم خواهیم دید. از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که ما را در این شب قدر بر این شب قدر برساند و بر طاعت و عبادت تلاش کوشش بدهیم، توفیق بدهد و ثوابش را برای ما نصیب روزی بگرداند. و این رمضان برای ما ماه مغفرت، رضا و راحتی از آتش جهنم بگرداند. ما را از جمله پیروزان، قبول شدگان اعمال در نزد او سبحانه و تعالی بگرداند. الحمد لله رب العالمین.